من همین بیمار شدگیمده 3 سال شد. عذاب کشیدم. شکم برم شد، آب بسیار شد. این دامادی خانواده را از چنین رنج و عذاب خواهر عروس یا به قول قیسنگلش نجات می‌دهد. او را با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه می‌آورند و در سخت‌ترین لحظه خواهر عروسش پاره از جگرش را به وی می‌دهد. نصیب کرده بود است. قیسین خودش آمد. من به راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم گودک داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. کمک کرد، یاردم کرد. من حاضر خدا بشکر ویم نست، منم نست. قیسینم طلا بوده است. با جمعم. میگوید در عملیات پیوند جگر خوشتامنش تشبسکار اساسی بوده است و فکر میکند برای همیشه از او قرضدار است. اینجا اومدن سببچی شدن خوشتامنم من آورده اینجا راه نشان داد. خوانده آنالیز پانالیز همشه راهش خودشون یاردم کرد. عکسای خودشون خیلی بی‌طرف نشد و یا چاق باشه. مانده جان کنده خدمت کرده خوشتامن هزاران رحمت. فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است دامادشان را نجات دهد. با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها یزدم را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپاریدم. درست آمد یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش را گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است. در شب و روزی که خبرها از مناقشه‌های خانوادگی از جمله میان خانواده‌های زن و شوهر بیشتر رسانه‌ای می‌شود، روشن میگوید در 15 سال زندگی مشترک با همسرش باره مناقشه نکرده و خانواده آنها همدیگر فهمی خوبی دارد. من مهربانی دیدم که رنگ آچم باری. آچم نیست. پیوند جگر او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس هپاتیت B در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعت کرده بودند. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه خواهر عروسی بیمار گروه خودشان موافق شدند. روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. تصور نمی‌کرده است که نفری از خانواده همسرش پاره از جگرش را به او تقدیم می‌کند. حالا باور دارد که مناسبت خوب یا همدیگر فهمی و مهربانی حتما بی جواب نمی‌ماند.